بعد از مدت ها سلام، چطورین؟ خوش اومدین به ولاگ دیگه. از آخرین باری که من اینجا ولاگ گذاشتم تقریبا 2 ماه میگذره و توی این 2 ماه اتفاقات خیلی عجیب و غریبی افتاده. اتفاقی که واسه همه مردم ایران افتاد بعد جوری من و هم نسلیای منو تحت تاثیر قرار داد. یه جور ناامیدی عجیب و غریب بود، انگار از روی یه کوه پرت شدیم پایین. بلا تکلیفی بیداد میکرد. همه اون تلاشایی که واسه زندگیت کردی یهو توی خطر نابودی کامل قرار میگرفت و ما هیچ چاره‌ای نداشتیم جز این که خودمون رو با خوشی‌های کوچیک سرگرم کنیم تا یادمون بره که چی سرمون اومده، مثل همین صدای آب. چیزی که تغییر نکرده بود این بود که زندگی ادامه داره و کاری به حال خوب و بد من و تو نداره و تو هم باید ادامه بدی. من صبح بیدار می شدم، غذامو می خوردم، کارمو می کردم، شب می خوابیدم، اما اون آدم قبلی نبودم. بعضی وقتا واسه این که ذهن و فکرم از اون همه ترس و چیزای عجیب و غریب دور بشه می زدم به دل طبیعت. اونجا بود که با دیدن اون همه زیبایی، اون همه پاکی، صافی، رنگا به خودم یادآوری می‌کردم که زندگی میتونه قشنگ باشه. این راه بی پایان میتونه خوشی‌هایی داشته باشه و تو هم میتونی ازش لذت ببری. اونجا میفهمیدم که رنگایی به غیر از خاکستری هم وجود داره. چیزای کوچیکی هست که دنیا رو قشنگ میکنه و من به همه اینا فکر میکردم. بعضی وقتا به خودم میگفتم که شاید بزرگترین هدف زندگی من اینه که درخت‌ها رو بغل کنم و به اونا عشق بدم و اینطوری زندگی خودم رو معنا ببخشم. کار زندگی همینقدر ساده میموند و عوض نمیشد. ولی من این مدت یه چیزو خیلی خیلی خوب فهمیدم و بهش ایمان پیدا کردم. اونم اینه که توی رگ‌های ما مردم این نقطه جغرافیایی پر از دردسر به جای خون امید جاریه. امیده که میذاره دوباره یاد بگیریم، تلاش کنیم، دور هم دیگه جمع بشیم و به هم عشق بدیم. از چیزای ساده زندگی نهایت لذت رو ببریم. با رفیقامون بشینیم و از آینده نامعلوممون تا صبح حرف بزنیم. دوباره به آسمون نگاه کنیم و با رنگا بازی کنیم. از تماشای طلوع و غروب لذت ببریم. این امیده که به ما قدرت ادامه دادن میده. این مدت خیلی فکر کردم، خیلی با خودم حرف زدم، نوشتم و تصمیم گرفتم که برگردم به روال عادی زندگیم و بیشتر از قبل تلاش کنم، چون تنها کاریه که میتونم بکنم. رفتم موامو کوتاه کردم واسه اولین قدم و بابتش خیلی خوشحال و راضیم و کلی هم ولاگ گرفته بودم این مدت، اما راستش نمیدونستم که چطوری برگردم و چطوری حرفمو بهتون بزنم. واسه همین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بسازم و یه اینترو باشه واسه ورود جنجالی من. این مدت هم خیلی با بیبرقی سر و کله زدم و خیلی اذیت شدیم. البته هنوزم که ادامه داره و چاره‌ای نداریم. شما هم خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید و کنار منید و میدونم که درکم میکنید. واقعا از خدا میخوام که به همتون تن سالمی بده، چون واقعا سلامتی بزرگترین نعمته. این مدت فهمیدم که اگه سلامتی نباشه هیچی نیستیم و هممون انقدر ترس از دست دادن جونمون رو داشتیم. واسه همین ازتون میخوام که خیلی خیلی مراقب خودتون باشید و منم کلی دوستتون دارم و منتظر ویدیوهای بعد باشید. خداحافظ.